بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از برنامه‌های دفاع از سنت. موضوع برنامه امروز ما تحذیر و ترساندن از نسبت دادن کلمه‌ای به پیامبر اکرم، حدیثی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایشون این رو نگفته باشه، یعنی نسبت دادن چیزی به دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میخوام امروز در مورد این برنامه صحبت بکنیم. همونطور که میدونید حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برنامه‌های گذشته ما در موردش صحبت کردیم که از جانب خداوند متعال بر ایشان نازل شده. جبرئیل علیه السلام اونها رو برای پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده و پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف خودشون چیزهایی رو به مردم نگفتند، بلکه تمام چیزهایی که گفتند وحی بوده و همچنین که در قرآن هم به این قضیه به صورت صریح اشاره شده. امروز میخوایم در این مورد صحبت بکنیم. اگر کسی صحبتی رو یا سخنی رو به دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت بده، چه تهدیدی در مقابلش هست و یعنی چه عقوبتی در انتظارش خواهد بود و آیا این کار صورت گرفته یا صورت نگرفته و موقف علمای اسلام، موقف اصحاب در مورد همچین چیزهایی چه بوده. میخوایم در این قسمت در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم و این صحبت ها و این سوال ها را از ایشون میپرسیم و جواب را از شما انشالله دریافت میکنیم. جناب دکتر خیلی خوش اومدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. سوال بسیار یعنی مهم است در واقع، چون همچنان که ما بیان کردیم در گذشته که سنت مانند قرآن اون هم حجت هست، یعنی برای اثبات احکام شرعی یعنی استدلال می شود و اگر سنتی نباشد در واقع احکام دین برای مسلمانان روشن نمی شود. درسته. حالا سوال ما اینجاست، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم تحذیر کردن از این امر که سخنی به دروغ به ایشان نسبت داده شده؟ چون میشنویم خیلی از افرادی که اطلاعات و آگاهی دینی خوبی ندارن در مورد احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی بیشتر از نصف دین رو نمیدونن و میان میگن شما نمیتونید به احادیث استدلال بکنی چون این احادیث خیلی دستکاری شده و فلان شده، صدها سال طول کشیده تا جمع‌آوری بشه، فلان شده. آیا همینجوری بوده؟ احادیث همینجوری اومدن یا پیامبر صلی الله علیه و سلم قواعدی برای ما گذاشتن، اصحاب برای ما قواعدی گذاشتن؟ تحذیر کردن از اینکه انسان به دروغ چیزی به پیامبر نسبت بده. سوال این گونه هست و دوست دارم جوابی به این افراد داده بشه که قضیه رو بهتر درک بکنن و خودشون رو از این مهلکه‌ای که الان توش هستن خارج کنن. واقعا مهلکه است. سوال بسیار زیبایی است. بله، اتفاقا شاید بگویم یکی از حدیثی که تمام علمای این امت به آن استدلال میکنن که این یک حدیثی است که لفظاً و معنی متواتر است، این حدیث است. لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله. یعنی اون حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد برحذر داشتن مردم از این که حرفی را به اون نسبت بدهند. احادیث زیادی در بخاری، در مسلم و مخصوصا این احادیث بیشتر در بخاری و مسلم اومده و در سایر کتاب ها و این حدیثی است که عشره مبشر اون حدیث را روایت کردند. یعنی شما شاید حدیث دیگری پیدا نکنید که تمام عشره مبشر روایت کرده باشند. یعنی این یکی از اون احادیثی است که عدد بسیار زیادی از صحابه، تعدادی از اهل علم میگویند 70 نفس از صحابه این را روایت کردند، بعضی میگویند 120 تا صحابه این حدیث را روایت کردند، بعضی میگویند 40 تا صحابه. به قول امام ابن حجر بالاخره هر کسی هر چی تونست جمع کرده احادیث به اون اندازه دسترسی پیدا کرده. تعدادی به 70 نفر دسترسی پیدا کردن، تعدادی به 120 تا، تعدادی هم به 40 تا، ولی از 40 تا دیگه کمتر نبوده، کسی کمتر از این نگفته. و مهمتر از این حدیثی است که خلفای راشدین بلکه عشره مبشره آن را روایت کردند.
درسته. همین حدیث مناسب است امام مسلم و امام بخاری این حدیث را از طریق البته مسلم از طریق سموره بن جندب و مغیره بن شعبه روایت می کند که هر دو گفتند، این دوتا از صحابی سموره بن جندب و مغیره بن شعبه دوتایشون فرمودند رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين یا فهو احد الكاذبین دوتایش قرائت شده و خونده شده و دوتا معنیش هم صحیح است. میگه هر کس حدیثی از من روایت کند، حدیثی به من نسبت دهد و گمان یعنی میداند که این حدیث دروغ است، یعنی مال اون نیست، ساختگی است، پس این شخص یکی از این دوتا دروغگوست. دروغگوی اول کسی بوده حدیث رو ساخته، دروغگوی دوم همین کسی که دوباره آن را برای مردم نقل می کند. درسته. این حدیث امام سموره بن جندب آورده. در لفظ دیگر این حدیث از علی بن ابی طالب باز امام مسلم روایت می کند که امام بخاری هم آورده، یعنی این حدیث هم امام مسلم هم بخاری این به این لفظ می فرماید لا تکذبوا علی، بر من دروغ نبندید ها، فإنه من يكذب علي يلج النار، چون هر کس بر من دروغی ببندد وارد آتش خواهد شد، وارد آتش خواهد شد. و در لفظ بخاری میفرماید فلیلج النار، پس خودش وارد آتش شود، دیگه نیازی نیست، یعنی باید خودش وارد شود. درست. چون دیگه کاری کرده نتیجهش این است که وارد آتش شود. درست. این رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه مسلمانان را بر حذر داشته. حالا نگاه کن از حذر و حذر مسلمانان. این حدیث دیگر که عبدالله ابن زبیر روایت میکند، میگه گفتم للزبیری، گفتم به پدرم زبیر دیگه که دیگر از عشره مبشره است. اون حدیث دو تا از صحابه، اینم حدیث دیگر که امام زبیر هم اینم چهارمی. میفرماید عبدالله ابن زبیر گفت راستی من نمیشنوم از شما از رسول الله حدیثی برای ما نقل کنید، مثلا فلان و فلان چند نفر را اسم میآورد، اونا خیلی داره حدیث نقل میکنن، شما چرا نقل نمیکنید؟ درست. قال اما اینی لم افارقه، اینو به شما بگویم من که از رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا نشدم، همیشه با او بودم. درست. همیشه در جلساتش با او بودم و از او جدا نشدم. زبیر هم از صحابی هایی است که در مکه مسلمان شده، 15-16 سالش بود. بله. و در مکه و در هجرت و در همه جا با پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملا بله. زبیر هم یکی از عشره مبشره است و پسر عمه رسول الله است. علی پسر عمو و زبیر هم پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی امام علی و امام زبیر چی هستند؟ پسر یعنی دایی و پسر عمو و پسر داییان. پسر داییان، نه پسر علی، پسر عمو و پسر دایی هستند. بله. نه پسر خاله و پسر دایی هستند، پسر عمه، پسر صفیه و ابو طالب خواهر برادر بود. تمام شد. صفیه مادر زبیره و ابو طالب هم که پدر زنا. پس اون میشه دایی و اون میشه چیزی، پس میشه یعنی پسر دایی و پسر عمه هم دیگر هستند. بله. بله. پسر خاله، عفوا پسر خاله و پسر پسر عمه و پسر دایی. بله. خیلی خوب. پس در اینجا میفرماید ولكنی سمعته یقول، اما من از رسول الله شنیدم. زبیر وقتی که عبدالله ازش سوال میکند شما چرا حدیث را روایت نمیکنی مثل فلان و فلان، البته اونا هم که نمیگه، اونا هم دیگه اعتماد به خود داشتن و حدیث را روایت کردن. گفت چون من از رسول الله شنیدم من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار، من از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم فرموده هر کس دروغی بر من ببندد، حدیثی به من نسبت دهد، قولی را به من نسبت دهد، جایگاه خودش را در آتش مهیا کند. یعنی دیگه مثل این که با دست خودش باید جا برای خودش پهن کنه تو آتش جهنم. درست. برای خودش معاذ الله.
این حدیث امام بخاری نقل کرده اما امام مسلم این لفظ را نیاورده. و یک حدیث دیگری انس بن مالک میفرماید، اونم نگاه کن، این اصحاب چگونه پرهیز کردن از اینکه حدیث را روایت کنند. انس بن مالک میفرماید انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا. سبحان الله. زبیرم همین میگه من همیشه با رسول الله بودم. انس بن مالک هم که 10 سال خدمتکار پیامبر بوده صلی الله علیه و سلم، 10 سال کامل با رسول خدا بوده. میفرماید انس بن مالک میفرماید من چیزی مانع میشود که من به شما خیلی حدیث براتون نقل نکنم. خیلی نگاه کن، اصلا انس بن مالک یکی از اون صحابی است که احادیث زیادی برای ما روایت کرده. با اونا گفته میشود مکثرین، اونایی که احادیث زیادی برای ما روایت کرده‌اند، یکی از آنان انس بن مالک است. ولی میگه چرا من حدیث زیادی برایتون روایت نمیکنم؟ چون این حدیث رو شنیدم. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس عمدن به صورت عمد حرفی را به من نسبت دهد که من نگفتم، پس جایگاه خودش را، نشیمنگاه خودش را در آتش مهیا کند. محلی برای خودش آماده سازد در آتش، یعنی برای خودش جایی را رزرو کند. جایی را رزرو کند برای خودش، چون دیگر راه دیگری ندارد جز این که وارد آتش شود. نگاه کن صحابه چجوری به این قضیه میاد. پس همینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی بر این مسئله تاکید کرده. اول که بود روایت کرده بود علی بن ابی طالب، اکنونم حدیث دیگر همون لفظ از ابو هریره، دوباره ابو هریره روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اینم همون لفظ امام انس بن مالک است، دیگه تفاوتی نداره. مغیره بن شعبه که به لفظ دیگری حدیثی روایت میکند، مغیره بن شعبه که میفرماید از رسول الله شنیدم صلی الله علیه و سلم که میگفت این کذبا علی لیس ککذب علی احد. دروغ بستن بر من مانند دروغ نسبت دادن به هر کسی دیگری نیست. شما خیال نکنید، در حالی که دروغ نسبت دادن به هر کسی یکی از گناهان کبیره است. درست. حالا نسبت دادن به من خیلی تفاوت دارد با دیگران. درست. این خیلی مهم است، چون اون چیزی که از من نقل شده از خداست. حالا کسی بیاید چیزی به من نسبت دهد که من نگفتم، یعنی داره به دین خدا تکذیب میکند. درست. دین خدا را. حالا آیاتی در این زمینه باید بخونیم. بعدا فرمود فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. پس فرمود هر کسی بر من دروغی بست به صورت عمد، در بعض الفاظ لفظ عمدم نداشت، بدون عمد. به همین خاطر حتی زبیر فرمود من میترسم، من همیشه با رسول الله بودم، اما میترسم چیزی در الفاظم واقع شود که من متوجه نباشم، سهوا وارد شود. به همین خاطر و از این تهدید میترسم. این است که بعدا فرمود پس فلیتبوأ مقعده من النار، جای خود را در آتش مهیا کند. و در صحیح بخاری باز فرموده سلمه بن اکوع، این یک صحابی دیگر، فرمود من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس چیزی را به من نسبت دهد بگوید که من نگفتم، بگوید رسول الله گفته اما من نگفته باشم، پس حتما باید اون شخص نشیمنگاه خودش را در آتش مهیا کند. حالا دلیلش چیست که در اون حدیث مغیره بن شعبه فرمود رسول الله فرموده دروغ بستن بر من مانند دروغ نسبت دادن به هر کسی دیگری نیست. چرا؟ چون پروردگار میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. چه کسی ستمکار تر است از کسی که افترا علی الله کذبا، دروغی را به الله نسبت میدهد. یعنی چی؟ چون دروغ نسبت دادن به رسول الله دروغ نسبت دادن به الله هم هست. درست. چرا؟ چون اون چیزی که رسول الله میفرماید از جانب الله است.
یعنی شما میگید الله، یعنی حتی نسبت دادن حدیثی به رسول الله در واقع دروغ بستن هم به خدا هم به رسول خداست. چون رسول خدا فرموده و ما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى، از وحی داره سخن میگوید، هر چی میگوید وحی است از جانب الله، حالا چه قرآن باشد چه سنت باشد. پس فرمود هر کسی، چه کسی استمکارتر است از کسی که افترا علی الله کذبا، بر الله دروغ میبندد، او کذب بآیاته، یا آیات الله را دروغ میپندارد، انه لا یفلح الظالمون، پس چنین کسی ظالم است و چنین ظالمی هرگز رستگار نخواهد شد، یعنی جاویدانه در آتش خواهد ماند. این ظالم به معنی این است، یعنی کافر است، مشرک است. چون در آیه دیگری دقیقا همین مطلب را بیان میکند و آن را کافر مینامد. میفرماید و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق. در اون آیه دیگه فرمود او کذب بآیاته، اینجا گفت بالحق، دیگه حق شامل هر چی باشد، چه در حدیث باشد، چه آیات باشد، چه سنت باشد. هر چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر پروردگار خدا دروغ را به پروردگار نسبت میدهد یا حق را تکذیب میکند، لما جاءه، هنگامی که حق به سوی او میآید آن را قبول نمیکند و آن را تکذیب میکند. بعدا میفرماید خیلی خوب، کسی که چنین ستمکاری است چه جایگاهی دارد؟ جایگاهش جهنم است. بعد میگه مگر تو جهنم جایی برای او وجود ندارد؟ الیس فی جهنم مثوى للکافرین، مگر در جهنم جایی برای چنین کافرانی وجود ندارد؟ اصلا جهنم برای اونا ساخته شده، برای اونا آفریده پروردگار. مگر نمیفرماید اعدت للکافرین، قوا انفسکم واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، خودتون را محفوظ کنید از آتشی که مواد سوخت آن انسان است و سنگ. برای چی آماده شده؟ اعدت للکافرین، برای کافران آماده شده. حالا کسی که میگه وارد میشود، یعنی اون افرادی که به الله دروغ ببندند راه دیگری وجود نداره برای آنان جز ورود به آتش. مثل این است خود این انسان خودش رفته و جایی برای خودش رو رزرو کرده که باید حتما راه دیگری ندارد. شفاعت کسی شامل حالش نمی شود. بحث میکنیم که علما در مورد چنین افرادی چی میگویند. اولین یک حدیث دیگری هست که واصله بن اسقع، دوباره امام بخاری با سند خودش از واصله بن اسقع روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیه، میگه یکی از بزرگترین دروغها این است که انسان خودشو به کسی دیگری غیر از پدر خود نسبت دهد. یعنی بگوید من فرزند فلانی هستم، یعنی پدر خودش را انکار میکند و خودش را به غیر از پدر خود نسبت میدهد. او یوری عینه ما لم ترى، یا بگوید من در خواب فلان چیزو دیدم ولی دروغ میگوید، ندیده چنین خوابی. اینم یکی از بزرگترین دروغها. بعدا فرمود او یقول علی رسول الله، او یقول علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما لم یقل، او ان یقول، یا این که بر رسول الله چیزی بگوید رسول الله فلان چیزو گفته در حالی که نگفته. این هم بزرگترین دروغ است. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه مسلمانان را برحزن نموده از این که حدیثی به اون نسبت دهند. به همین خاطر صحابه خیلی احادیث کمی را روایت کردند. یعنی وقتی نگاه میکنید اما طوری شده که کل احادیث در میان همه توزیع شده و هر کدوم قسمتی را برای ما نقل نمودند. درست. میخواستم در مورد انس اینو بگم که فرمودید انس میفرماید که من زیاد از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت نمیکنم. بله. در حالی که ایشون 10 سال شب و روز در خدمت پیامبر اکرم بودن صلی الله علیه و سلم. یعنی خونهشون میرفتن داخل خونه. بله، اونجا خوابیده، اونجا بوده. در مسجد کنار پیامبر بودن، در سفر کنار پیامبر بودن. یعنی میتونست
10,000 حدیث هم روایت بکنه. ده بیشتر هم میتونه 50,000 حدیث روایت کنه. میتونه خیلی از این حدیث روایت کنه، ولی به خاطر همین تحذیر بوده که یعنی اگر اون میگه 10 سال اونجا بوده، اگر هر روزی 10 تا حدیث را روایت میکرد که حتما رسول الله 10 تا حرف بیشتر زده، یعنی در طول شب و روز سخن گفته، هر چی فرموده بالاخره این ازش نقل میکرد، فقط روزی 10 تا حساب میکرد. حالا ببین چقدر میشه؟ روزی 365 روزه میشد 3650 حدیث در یک سال. در 10 سالش میشد 36,000 خورده حدیث. بله این همه حدیث مثلا فقط اگر 10 تا حدیث را از اون نقل میکرد، 10 تا سخن کوتاه را از اون نقل میکرد. حالا یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه جناب دکتر. شما آیاتی رو تلاوت فرمودید که در این آیات الله متعال میفرماید اینها جایگاهشون جهنمه، یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله این حدیث متواتر که فرمودید هم لفظا هم معنی متواتر هست، میفرماید جایگاهش جهنمه. آیا این فرد کافر میشه اگر دروغی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت بده؟ این مطلب اهل علم در موردش اختلاف دارند. دو قول جمهور علما میگن اگر این کارو حلال بدوند، این کاری که انجام داده، یعنی به نظر خودش بگوید کاری که من انجام میدم حلال است، هیچ مانعی ندارد، 100% کافر میشه و این حکمش است. اما بعضی دیگر از اهل علم مانند امام جوینی و امام الحرمین میگوید بله، و حتی ابن العربی مالکی در این قول هست، حتی حلالش هم ندوند حدیثی را به اون نسبت دهد کافر می شود، چون حدیث دین است. همچنان که بعدا میخوانیم اگه انشاءالله فرصت شد قول علما میگوییم، یعنی حدیث دین خداست. کسی بیاد حدیثی را درست کند بسازد و به رسول الله نسبت بدهد، یعنی چی؟ یعنی دیگه میگه آقا این کلام خدا و کلام رسول الله است که باید شما به آن عمل کنید. تمام دین از این. اگر انسان کسی که خدا فرموده ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، آیا اونا شرکایی دادن برای خود که شرعوا لهم من الدین، برای از دین برای آنان چیزایی تشریع نموده اند که خدا به آن اجازه نداده. یعنی اگر قرار بر این باشد افرادی بودن از روی جهل، از روی نادانی، از روی کم علمی و کم دانشی اومدن این کارو انجام دادن. حتی افرادی بودن مثلا به اسم دین و به اسم زهد و تقوا این کارو کردن. هرچند زنادقه، یعنی این و جعل احادیث کار زنادقه بوده. زنادقه یعنی چی؟ به قول امروزی یعنی ملحدین. اون کسانی که در دین، یعنی زنادقه هم به افرادی گفته می شود که منافق هستند، منافق صفت هستند که اظهار دین میکنند و دین ندارند در قلب، یا زنادقه کسانی بودن ملحد بودن، اصلا انکار شریعت را انکار میکردند و خدا ناباور بودن. بله خدا ناباور بودن که امروز هم به آنها گفته می شود ملحد. درسته. حالا این زنادقه یعنی جعل حدیث کار زنادقه بوده و کار گروهی از متزهده، یعنی کسانی که خودشون رو به زهد و تقوا نسبت داده اند و برای مثل اینکه بخواهند کار خودشون رو ترویج دهند احادیثی را جعل نموده اند، و کسانی هم برای لتزلف الى السلاطین، برای خود شیرینی پیش پادشاهان و سلاطین آمدن احادیثی را جعل نموده اند. مثلا یکی دید که مثلا داره مثلا سلطان داره کبوتر بازی میکند، حدیثی را جعل کرد. رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم لا سبق الا فی خف او حافر او رمی. اونم آمد گفت لا سبق الا فی خف او حافر او رمی او جناح. جناح هم را به آن اضافه کرد، یعنی کبوتر بازی، با بال پرنده مثلا بیایید بازی کنید و این چیزها. این احادیث را مثلا به خاطر خودشیرینی دیگه این بود که این پادشاه گفت خیلی خوب، کبوترانش را ذبح کرد، گفت شما به خاطر من، خودش عالم بود، به خاطر من و خودشیرینی پیش من آمدی حدیث رسول الله را تحریف کردی و چیزی به آن اضافه نمودی. افرادی بودن برای اینها بودند و افرادی بودند اهل بدع این کارها انجام، مثل روافض، هر چی دارن روافض همش جعل است. ولی خدا رحم کرده که از رسول الله چیزی ندارن، اینا همه جعل کردن از به امامانشون و دیگه دونستن که دستشون به پیامبر نمیرسد حدیثی از اون نقل کنن
گفتن امامان امام معصومان مثل پیامبران معاذ الله امامان شاملان مانند پیامبران یعنی همون اختیارات پیامبران ما به آنان داده اند و دیگه برای آنان به آنان نسبت داده اند هرچی اباطل و مزخرفات است. درست. امکان نداره بگید تمام احادیث پیامبر رو علی بن ابی طالب روایت کرده؟ نمیشه. یا نبوده آخه ندارن از علی بن حدیث که ندارن. ندارن هیچی ندارن. هیچی از علی بن طالب یک حدیث هم ندارن. امکان هم نداره شما بیای مثلا 30-40 جلد کافی و بهار الانوار و نمیدونم فلان و فلان رو بگی فقط از علی روایت کرده، اینا همه حرف پیامبر از علی نمیشه. اومدن مجبور شدن بیان از دروغ رو به ائمه دیگه نسبت بدن، بگن اینا معصومانه میتونن از خدا نقل بکنن. بله. بعداً مطالب دیگری وجود دارد که باز رسول الله ادامه در این مسئله میفرماید. حدیثی که امام مسلم روایت میکند از امام ابو هریره، میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. کافی است که به انسان گفته شود دروغگو، همین که هر چیزی را شنید بدون تحقیق و مطمئن شدن از اینکه این خبر صحیح است آن را منتشر کند. درست. امروز تو فضای مجازی این مسئله خیلی فراوان است. درست. مسلمانان باید هوشیار باشند، باید خیلی مواظب باشند. مثلا کسی مطلبی را نقل می کند، یک مسئله حتی پزشکی باشد، یک مسئله پزشکی، یک مسئله تاریخی، یک مسئله حتی یک خبری، یک داستان، میگه آقا فلانی این کارو کرده. وقتی که نگاه میکنید این از کجا دونستی این فلانی بوده این کارو کرده؟ یعنی کسی را معین میکنن که این کاری اونه. وقتی که ازش سوال میکنی آقا منبع این کجاست، ازش که سوال میکنی میگه والله منم نمیدونم، از فلانی از مردم گرفتم. منبع فیسبوک میشه. منبع میشه فیسبوک نمیشه. این باید انسان مطمئن باشد این خبری که نقل میکند حتما اون تأکید مطمئن باشد که درست است. تا مطمئن نباشی حق نیست، حق نداری که امنا پخش کنید و برای مسلمانان بگویید. کافی است برای انسان که به او گفته شود دروغگو همین که هر چیزی را شنید آن را نقل کند. درست. جناب دکتر تا اینجا اکتفا میکنیم، میان برنامه میبینیم و سپس خدمت شما برمیگردیم و خدمت بینندگان عزیز هم خواهیم بود و ادامه مطلب رو با هم دیگر میشنویم. میان برنامه کوتاه میبینیم، با ما باشید پس از این برنامه. كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك يا من إذا ندعو أجاب ما خاب من هو أملك بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك يا من إذا ندعو أجاب ما خاب من هو أملك بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك ما أعظمك يا ربي كل الأمر لك كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لك ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد
يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد، يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد، ما أعظمك يا ربي كل الأمر لك. سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در برنامه دفاع از سنت هستیم و موضوع این برنامه نسبت دادن دروغ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که چه تهدیدهایی رو داره و میخوایم بدونیم که صحابه چیکار کردن، موقفشون چگونه بوده. جناب دکتر فرمودن که بیشتر از 100 صحابی، حدود 120 صحابی حدیثی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که میفرماید هر کس دروغی رو به من نسبت بده باید جایگاه خودش رو در آتش آماده بکنه. یعنی این حدیث یکی از احادیثی است که گفته میشه هم متواتر لفظی است هم متواتر معنوی است و عشره مبشره اون رو روایت کردن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بقیه و بزرگان صحابه هم این حدیث رو روایت کردن و این نشون میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر تأکید داشتن بر این که چیزهایی که از ایشون نقل میشه عیناً نقل بشه، معناش کامل درست باشه نقل بشه و این رو به مردم برسونن و اینکه هیچ کسی اجازه نداره به کوچکترین وجه دروغی رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت بده. جناب دکتر آیا چیزهای دیگری غیر از این حدیث که متواتر بوده هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد باز تأکید کرده باشن؟ بله. فقط همین یک بار بوده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن؟ بله، نه این حدیث خیلی یعنی زیاد بود، یعنی حتی بعضی از احادیث مطالب بیشتری بیان کرده بود، یعنی در چندین مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث رو بیان فرموده، نه یک بار و دو بار، یعنی انگار چندین بار این حدیث را تکرار نموده. هر از چند گاهی که حدیث را تکرار میکند مطالب دیگری به آن اضافه میکند، مسائل دیگری به آن اضافه میکند. به همین خاطر به تعداد بسیار زیادی از صحابه این حدیث را شنیدند و این تنها حدیثی است که تعداد بسیار زیادی از صحابه آن را شنیدند و روایت کردند. چون حدیث متواتر یعنی چی؟ یعنی حدیثی باشد که عدد بسیار زیادی اون خبر را نقل کنند که عقل تصور نکند، یعنی عقل این رو به صورت عادی غیر ممکن بدوند که بیاین بگویم بیا با هم یک دروغی بگوییم. درست. یعنی اینقدر تعدادی اون افراد زیاد باشد که عقل چنین چیزی را تجویز نکند. یعنی حتی متواتری که علما به کار میبرند برایشون مهم نیست حتی اگر تعدادی اون افراد حتما عادل باشند، ثقه باشند، چی باشند. اینا که صحابه هستند عادل بودن، ولی در مسائل حدیث علمای حدیث گفتن حتما باید اون افراد چی باشند؟ باید افرادی باشند 100% اهل عدالت باشند و باید حتی حافظه بسیار قوی داشته باشند. از غیر اونا از کسی دیگری، یعنی حدیثی از، البته این برای صحابه دیگه جای بحث نیست، صحابه اهل تقوا بودند، اهل حافظه بسیار خوبی داشتند، بسیار بالایی داشتند
و تا به حال نشده یک صحابی مثلا موردی را سراغ داشته باشیم که بگوییم در این مسئله به خطا رفته، حدیثی از رسول الله نقل کرده به خطا رفته، نشده چنین چیزی. یا اگر مواردی آنچنان بوده خیلی نادر و این دیگه بالاخره انسان است، انسان جایز الخطا است، ممکنه مثلا چیزی پیش بیاد، ولی این قضیه علمای ماشاءالله مثل اینکه امام علما محدثین میگویند، میگه افرادی بودن که احادیث زیادی را وضع کردن، گفتن مهم نیست، پروردگار برای آنان جهابیذه را آفریده. جهابیذه یعنی علمای قوی و بسیار توانایی را آفریده که راحت می توانند باطل و حق و باطل آن را از هم جدا کنند و کردند. مثل آنچنان که میگویند موی را از ماست بیرون میکشی، آنچنان بیرون کشیدند. درست. یک دو حدیث دیگری که امام مسلم در مقدمه خودش آورده، یعنی تمام این احادیثی که من آوردم، احادیثی که مخصوصا امام مسلم روایت کرده بود، تمام این حدیث در مقدمه صحیح امام مسلم آمده. امام مسلم در ابتدای صحیح بیان نموده که من از چه افرادی حدیث را روایت کردم و از چه افرادی جایز است حدیث روایت کنید. تمام این مسائل را برای ما بیان نموده. حالا من این یک دو حدیث را بیان میکنم و میرم یک مقدار از اون مقدمه امام مسلم را باز به صورت بسیار فهرستوار مطالبی را بیان میکنم. مثلا امام مسلم این حدیث هم را می آورد که امام ابو هریره رضای خدا بر او باد فرمود، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: سيكون في آخر امتی ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم و ایاهم. بسیار زیباست. میگه در یکی از نشانه آخر الزمان این است، میگه در آخر الزمان، در آخر امت من افرادی پیدا میشوند مطالبی را برای شما بیان میکنند که خود شما و پدران شما نشنیده اید، یعنی چیزی را برای شما میآورند به اسم دین که نه خودتون نه پدرانتون چنین چیزی را نشنیدند. پس میگه زینهار، برحذر باشید از این افراد، یعنی نه شما با آنان در ارتباط باشید، نه بذارید آنان با شما در ارتباط باشند. شما را برحذر میکنم از آنان. فإیاکم و ایاهم. و در لفظ دیگر این حدیث به لفظ دیگر آمده، میفرماید رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم در آخر الزمان دجال هایی پیدا می شوند. دجال یعنی بسیار دروغگو. دجال از ریشه دجل است. دجل یعنی دروغ. دجالون یعنی بسیار دروغگویانی پیدا می شوند. کذابونی دروغ پیدا می شوند. کذابم در حدیث اومده، میگه افرادی هستند دروغ میگویند، اینقدر دروغ میگویند حتی یکتب عند الله کذابا، تا نزد الله کذاب نامیده می شود و کذاب اسمش ثبت می شود. درست. فرمود این دجال ها و این کذاب ها احادیثی برای شما می آورند که نه شما آن را شنیده اید نه پدران شما آن را شنیده اند. فإیاکم و ایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. برحذر باشید که آنان شما را گمراه نکنند و شما را دچار فتنه نکنند. این نکات خیلی واضح و روشن است. حالا مثلا ما بیاییم یک چند نکته از مقدمه امام مسلم رو نگاه کنیم به صورت فهرستوار که مطالبی برای ما بیان میکند. یکمی اولین چیزی که بیان میکند میفرماید واجب است از ثقه و انسان مورد اعتماد حدیث را روایت کنید. وقتی که به کسی گفتن ثقه یعنی مورد اطمینان. از چه لحاظ؟ از دو لحاظ. یکی از لحاظ دینی مورد اطمینان باشد، یکی از لحاظ حافظه مورد اطمینان باشد. از این دو جهت افرادی هستند، افرادی از نظر دینی دیندار هستند، اهل دروغ نیستند، عادل هستند، اهل عبادت هستند، از واجبات را انجام میدهند، از محرمات دوری میکنند، حتی سنت ها را به جا میآورند و از مکروهات هم پرهیز میکنند. اما حافظه ضعیفی دارند.
درست. نمیشه از اونها حدیث گرفت. درست. تنها نباید فریب اینشو بخوریم که یک انسان خوبی است، یک انسان مسلمان خوبی است. مردم ما از این لحاظ ضعیف هستند. مثلا نگاه میکنن کسی که مثلا نماز زیاد اهل نماز و عبادت و اینا باشد، دیگه همه خیال میکنن دیگه ما مستاست، یعنی عالم است. مثل عالم دین از او سوال میکنی، یا سوال کردیم از فلان حاجی مسکین که چیزی بلد نیست دیگه. درست. نماز خودشو بلد باشه بخوند الحمدلله، یا اینکه زیاد عبادت میکند. قرار نیست که کسی که اهل عبادت زیاد باشد اهل علم باشد. مردم اینو نمیفهمند، ولی ما باید اینو یاد بدهیم. مسلمانان باید بدونند قرار نیست مثلا که آقا میگه آقا این آقا چجوریه، میگه بابا حج رفته. خیلی خوب، حج رفته، حج که اولا عالم نمیکند. حج رفته، حج را یاد گرفته، فقط اون مدت که خودش چیکار کرده و چیکار نکرده دیگه در تمام مسائل دین که یاد نگرفته. قرار نیست که بالاخره کسی رفت حج دیگه کاملا حافظ قرآن و سنت شود و نه فقط حافظش، فقیه بشه دیگه، کاملا قرآن و سنت را بفهمد، یعنی درکش کند و کاملا فهمش کنه. آخر حتی افرادی هستن فریب میخوره، مثلا فلانی حافظ قرآن. خیلی خوب، قرآن را حفظ کرده. حفظ قرآن دلیل نیست که حتما قرآن را میفهمد، میدونه قرآن چی میگوید. آقا مثلا استاد تجوید است. خیلی خوب، استاد تجوید است، ولی استاد مثلا فقه نیست، استاد تفسیر قرآن نیست دیگه. درست. مگر کسی دوتا، یعنی انسان باید این چیزا را با هم قاطی نکند. به همین خاطر علما میگویند واجب است ما، یعنی امام مسلم در مقدمه صحیحش اینو میفرماید، واجب است که حدیث را از ثقات روایت کنیم و آن نکند زینهار که از دروغگویان حدیث را نقل کنید یا روایت کنید، یا از اهل بدع یا از معاندین یا از این افراد. میگه چرا؟ میگه این خدا فرموده، دستور پروردگار است که ما نباید از غیر انسان مورد اعتماد حدیث را قبول کنیم. نه فقط حدیث، خبر، نه فقط خبر، شهادت، بالاخره اینا دین هستند. دلیل مثلا امام مسلم این آیه را برای ما بیان میکند، میفرماید پروردگار فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد. فاسق در خود این سوره بیان شده فاسق چه کسی است. یعنی اگر کسی یک مسخره به مسلمان کند فاسق است. درست. کسی که لقبی را به کسی نسبت دهد فاسق است. کسی که غیبت کسی را میکند فاسق است. کسی که تجسس میکند بر دیگران فاسق است. این سوره حجرات است. در سوره حجرات فرموده بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ولا یغتب بعضکم بعضا. همه این مطالب بعدا فرموده بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. شما بگویید من مؤمنم اما فسق کنید، خیلی زشت است. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. پروردگار در اینجا بیان فرموده خدا کفر و فسق و معصیت را مکروه دانسته برای شما، ناپسند. این مکروه به معنی ناپسند است، بسیار زشت و ناپسند است. حالا در اینجا فرموده اگر فاسقی برای شما خبری آورد تحقیق کنید. چرا؟ مبادا قومی را بر قومی وارد شوید، از روی نادانی به قومی بزنید. مثلا کسی خبر برایت میاد آقا مثلا فرض کنیم زمانی است که مسلمانان دارن جهاد میکنند و رسول الله فرموده صلی الله علیه وسلم شما حق ندارید به هیچ قومی بزنید، اول باید گوش کنید، اگر صدای اذان رو شنیدید اونا مسلمان هستند دیگه شما کاری با اونا نداشته باشید. یا کسی مثلا خبر دروغی میآورد میگه آقا فلان قبیله کافر هستند و علیه اسلام کارهای دارن انجام میدهند یا مرتد شدند بالاخره علیه اسلام حرکتهای دارن انجام میدهند و اینا خبری برایتون میآورند، باید شما چیکار کنید؟ تحقیق کنید. این خبر که اومده کافی نیست، باید تبیین کنید و تحقیق کنید، 100% مطمئن باشید. میگه مبادا بر قومی وارد شوید و قومی را بزنید از روی نادانی فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بعداً بر کاری که انجام داده اید پشیمان شوید. پس چنین کاری نکنید. قبل از پشیمانی
تأمل کنید و فکر کنید. درست. این نکته خیلی مهم است. بعدا یعنی امام مسلم میفرماید این که ما باید خبر را از فاسق نگیریم، درست. باید از ثقه بگیریم، از کسی که خبر را درست دریافت کرده و فهمیده و انسان درستی هم هست. درست. بعدا و میفرماید خداوند متعال در قرآن باز فرموده ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. یعنی وقتی که شما قرضی را به کسی میدهید میفرماید باید کسی اونجا اون نوشته بشه. اگرم که نوشته نشد باید 2 تا شاهد اونجا حاضر باشند. اگر 2 تا مرد نبودند حداقل یک مرد و 2 تا زن. اما کدام ها؟ ممن ترضون من الشهداء، باید کسانی باشند مورد اعتماد و کسانی باشند اهل عدالت، اهل فسق نباشند. از این استدلال میکنه. یا میتونه خداوند در قرآن در سوره طلاق فرموده و اشهدوا ذوی عدل منکم. اگر شما خواستی زنتو به سوی خودت برگردانی 2 تا شاهد برای او بگیر، یا میخوای طلاقش بدهید. این در طلاق رجعی. در طلاق رجعی. حالا و اشهدوا ذوی عدل منکم 2 تا شاهد بگیرید، حالا فرق نمیکنه در طلاقی باشد 2 تا شاهد سنت است. علما میگوین سنت است، تعدادی میگوین واجب است. حالا میگه 2 تا شاهدی که ذوی عدل منکم، عادل باشند، اهل عدالت باشند. پس اهل علم میفرمایند روایت و شهادت مثل هم هستند. درست. همچنان که در شهادت ما حق نداریم از کسی که مورد اطمینان نیست شهادتش را نمیپذیریم، در مسئله روایت هم همچنین. پس قرآن اصول علوم حدیث را برای ما گذاشته. این علوم الحدیثی که علما گذاشتن برای اینکه از چه کسی باید حدیث را دریافت کنیم، از خود قرآن دریافت کردن علما. ادله هم از قرآن و هم از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و انسان نباید از غیر آنان حدیث را روایت کند. مثلا این حدیث که فرمود من حدث عنی بحدیث یرا انه کذب فهو احد الكاذبین، این میفرماید اگر کسی حدیثی را نقل میکند، قولی را نقل میکند، میداند دروغ است، پس خودش هم یکی از این 2 تا دروغگوست، یا یکی از این دروغگویان تاریخ است. یکی از دروغگویان تاریخ است که بالاخره این کار رو انجام داده. حالا مطالب دیگری باز امام مسلم بر حذر داشتن از دروغ بر رسول الله، این احادیثی را آورده بود که ما اون احادیث را بیان نمودیم. و بعدا نهی فرموده از این که انسان هر چیزی را شنید آن را نقل کند. این احادیث را که ما بیان نمودیم به صورت فهرستوار. درست. اما یک مطلب دیگر، انسان باید از ضعفا و دروغگویان حدیث را نقل نکند، یا ضعیف است یا دروغگو. اگر دروغگوست که هیچ. یعنی اگر حدیثی مثلا گفته می شود فلان حدیث جعلی است، موضوع است، وضع شده، یعنی چی؟ یعنی یک نفر کذاب در روایت این حدیث وجود دارد. درست. پس حدیثی که دروغگویی در آن باشد موضوع است، جعلی است. درست. این نکته خیلی مهم است. یعنی ما مجبور میشویم در واقع احادیثی را بیان کنیم، مطالبی را بیان کنیم در مورد علم حدیث اصلا. درست. چون این بحث ما را به این میکشاند. درست. که شروع کنیم مطالبی را در این مسائل بیان کنیم. وگرنه پیشنهاد خیلی خوبه و ضروری هم هست. چون بیشتر افرادی که ایرادهای براشون پیش میاد، در ذهنشون پیش میاد، از همین است که نمیدونن علوم حدیث چجوری اومده. بله. این علمای حدیث چجوری فهمیدن این یکی صحیح این یکی ضعیف است. خیلی شنیدم من در مباحث طرف میگه بخاری اومده از خودش در آورده میگه این حدیث صحیح این یکی ضعیف است. کجا آوردین حرفا رو؟ من اونجا به اون فرد گفتم که شما میدونی تعریف حدیث صحیح از نظر بخاری چی هست که شما میگی از خودش در آوردین حرفا رو؟ گفت نه من نمیدونم. گفتم خب وقتی نمیدونی باید سوال کنیم. اینم خیلی خوب است. ان شاءالله ما در برنامه‌های آینده در این مورد صحبت بکنیم ان شاءالله. بله. الان یک نکته دیگر میخوام بیان کنم در این زمینه. یه سفیان از هشام روایت میکنه برای امام مطلبی را برای بیان کنه. میفرماید
اومد طاووس اومد پیش عبدالله بن عباس از او سخن میگو فجعل يحدثه برای او سخن میگو فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له فرمود برگرد اون حدیثی که قبلا بیان کردیم دوباره برام تکرار برگرد به اون حدیث فعاد له برایش دوباره تکرار نمود ثم حدثه فقال له عد الحديث كذا وكذا اون حدیث دیگری هم برگرد دوباره کن تکرار کن فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله أو أنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا میگه من نمیدونم آیا تمام احادیث من را دانستی و این یکی را برات عجیب بود انکار کردی قبول نکردی یا انکرت حدیثی كله تمام احادیثم را انکار نمودی و این یکی را فقط برات معروف بود و قسم بود قبول کردی فرمود فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه ما قبلا از رسول الله احادیث را روایت میکردیم خیلی زیاد و اذا لم يكن يكذب عليه چون کسی بر او دروغ نمیگفت یعنی در عصر الصحابه اما بعدها چون عبدالله بن عباس یک انسان یک صحابی بوده بالاخره صغیر صحابه بوده و نهایتا با تابعین دیگه زیسته و تابعین زیادی لاشن دیده فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه میگه هنگامی که دیدیم مردم با سختی و مشکلات و وارد فتن و حروب و فتن و دروغ و اینا شدن دیگه ما حدیث را از نقل نمی کردیم حدیث را برای کسی نقل میکنیم که اهلش باشد وقتی که ما حدیثی کسی اهل آن نباشد حدیثی را برایش نقل کنیم بعدا آن را تغییر دهد و به نحو دیگری آن را بیان کند ابدا باید برای اهل خودش ما حدیث نقل میکنیم برای هر کس نه و از هر کسی هم حدیث نمیگیریم اینها مطالبی هستند که حتی در زمان صحابه این کارها رو انجام دادند مطلب دیگری که در اینجا معروف است میگه ان الاسناد من الدین سند جز دین است باید ما بدانیم دین خود را از چه کسی میگیریم یعنی صحابه و علما سند حدیث بله اسناد از دین است یعنی چی مثلا الان کسی مثلا کتابی مثلا نهج البلاغه هیچ سندی ندارد درست شما بیایید مثلا بگید نهج البلاغه مثلا سند داره برای امام علی نه سند نداره بین الرازی و سیدنا علی 600 سال وجود داره حالا چجوری مثلا این بله دیگه سندی وجود نداره شیخ احمد الصیاد میگه نگاه کرده در میان تمام نهج البلاغه 40 تا از این مطالبی که در اونجا وجود داره گفته این 40 تایش بالاخره سند داره بقیه بدون سند است سندی نداره سند الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند جز دین است اگر سند در کار نباشد هر کسی هر چی دلش بخواد میگوید مثل بحار الان الظلمات و مثل این کتابا چون سند در کار نیست سندی وقتی در کار نباشد صحت و مثلا انسان مورد اعتماد و مورد ثقه وجود نداشته باشد دیگه هر کسی دلش هر چی بخواد میگوید مثلا همون حدیث کرکره رو میارن حدیث کرکره مثلا کرکره بن سرسره بن فرفره نمیدونم چی یه ماهی میاد یه حرفی میزنه مثلا میگه علی علیه السلام تو را اصلا مسخره کرده آخه این شد حدیث به چه درد ما میخوره اگه این حدیث وجود نداشت چه مشکلی پیش میومد برای امت نه اون گفته وقتی که اینا رسیدن به اون دریا به هر وقت خواستن وارد مناطق عراق شوند و اینها از کجا بریم از کجا وارد شیم گفتن برید از فلان ماهی کرکره سوال کنید کرکره هم گفتن خیلی خوب وقتی گفته کرکره 70,000 ماهی سر بلند کرده گفته ما همه اسمش رو کرکره گفته خیلی خوب کرکره ابن سرسره گفته واقعا این حالا 40,000 است 40,000 به صورت دروغای الکی نهایتا این مسئله اینا دروغن اگر سند در کار نباشد میشه این حدیثا را سخت حدیث حمار میتونی بسازی حدیث کرکره میسازی حدیث همه چی بالاخره به همین خاطر این مطالب خیلی مهم است که علما میگویند
چون اصلا علم جرح و تعدیل برای چی گذاشتن؟ علم جرح و تعدیل شناسنامه راویان است. هر راوی شناسنامه خودشو دارد. آقا میگه فلان کدوم راوی میخوای؟ نگاه کن بگو. الان به ثبت احوال نگاه میکنیم، بعد میگردیم به ثبت احوال این افراد در کتاب جرح و تعدیل. کتاب جرح و تعدیل ثبت احوال است. یعنی احوال راویان در آن ثبت شده. درسته. این ثبت احوالی که الان وجود دارد او از اونا گرفتن. یعنی مسلمانان ما زمان امام بخاری و امام مسلم این ثبت احوال رو در واقع تثبیت نموده اند و مشخص کرده اند برای ما. این ثبت احوال باید ما برگردیم به ثبت احوال، نگاه کنیم شناسنامه اون آقا را بیرون بیاوریم و ببینیم چگونه هست و چگونه نیست. این شخص چی هست؟ بچه کجاست؟ اهل کجاست؟ کجا زیسته؟ بعدن کل خانواده تا کامل مشخص شود. بعدن آیا این شخص عادل بوده؟ نبوده؟ اگر عادل بوده حافظهشون قوی بوده یا نه؟ تمام این چیزا باید ما نگاه کنیم. بعدن وقتی که در شناسنامه حدیث وقتی که نگاه کردیم شخص مورد اعتماد بود، حدیثش میگیم تمام، این شخص تمام کارش درسته. در شخص بعدی نگاه میکنیم. مثلا الان کتابی که در مورد رجال کتب 6 تا کتاب اهل سنت نوشته شده، 60 مجلد در مورد شناسنامه فقط اون افراد است. 60 مجلد حافظ مزی نوشته. حالا الکمال فی اسماء الرجال. بعدن حافظ مزی که آن را اختصار میکند و میکند تهذیب الکمال، میشه 30 مجلد. امام ابن حجر میاد تهذیب ترش میکند، خلاصه ترش میکند، میشه تهذیب و تهذیب، میشه 15 مجلد. بعدا میاد 15 مجلد خودش را تهذیب میکند، میشه تقریب و تهذیب، میشه 1 مجلد قطور. در 1 مجلد قطور این 60 خلاصه اون 60 دیگه این به اندازه همون شناسنامه‌ای که تو ثبت احوال از وجود داره در اینجا. این فلان است، فرزند فلان، بچه فلان، ملقب به فلان و حکم چیزش آیا این ثقه است یا ثقه نیست. اینشو بیان شده. این میشه کتاب تقریب التهذیب امام ابن حجر از روی این کتاب. پس مردم فکر میکنن این احادیث چگونه اومده؟ اینجوری اومده. افراد زحمت کشیده‌اند و افراد را شناسایی نموده‌اند و برای تمام اون افراد شناسنامه صادر کرده‌اند. یعنی ما 1 نفر بدون شناسنامه داشته باشیم میگه مجهول. بله، حرفش قبول نمیشه. دیگه مجهوله که مجهول بود حرف از او گرفته نمیشه. درست. هر کسی بدون شناسنامه باشد حرفش قبول نیست. شناسنامه داشته باشد و در شناسنامه مورد اعتماد، مورد تایید باشد. درست. یعنی هزاران عالم در طول صدها سال این علم رو بله اینجوری کامل کردن. بله. یعنی شما نگاه کنید امام بخاری وقتی که حدیث مثلا صحیحش را نوشته، تاریخ امام تاریخ دارد. بله. کتاب تاریخ امام بخاری در مورد رجال است. سند رجال رو برای ما آورده. تمام رجالی که در صحیحش است اونجا شناسنامه وجود داره پیش خودش. درسته. پس این مسائل از همینجوری نیومده. حتی این تحقیقاتی که برای احادیث شده دیگه برای قرآن نشده. بله. برای قرآن نشده این چیزا. قرآن فقط دست به دست آمده، نسل به نسل آمده، دیگه این به صورت متواتر به ما رسیده بدون اینکه سند. الان ما سند نداریم برای قرآن. مثل اون سندی که برای حدیث داریم برای قرآن نداریم. این آیه از کدوم چه شخصی روایت شده؟ اینجوری نداریم. ما اینجوری برای قرآن نداریم، ما برای حدیث داریم. پس اون تدقیقات و دقتی که برای احادیث شده در قرآن نشده، چون در قرآن در زمان رسول الله کامل ثبت شده، نوشته شده و صحابه آن را به صورت مکتوب و به صورت حفظی به تابعین رساندند و تابعین از اونها دریافت کردند و همچنین تا به امروز به صورت مکتوب و به صورت محفوظ دوتایش به دست ما رسیده. و همین خاطر قرآن دیگه این تدقیقات لازم نبوده در آن انجام بگیرد. اما حدیث چون کامل احادیث در زمان رسول الله نوشته نشده، درسته
بس قسمت بسیار زیادی از آن نوشته شده که ما مجبور هستیم به این قضیه بپردازیم. آیا احادیث در زمان رسول الله نوشته شده؟ بله. فراوان بیان میکنیم تمام این کتاب های حدیثی که در زمان رسول الله نوشته شده همه بیان میکنیم، صحابه که نوشتند و بعدا کتابت حدیث و اصلا رسول الله به آن دستور داده، اینا را همه بیان میکنیم. و علما میگویند حالا برای وقتی که شناسایی حدیث میخوان شناسایی حدیث کنن، حدیث را تحقیق کنن که صحیح از یا نیست، مجبورن که رواد را مورد بررسی قرار دهند. پس به علما میگن مگر این غیبت نمیشه شما بگید آقا این راوی ضعیف است و اون راوی مثلا عادل است و اون راوی، این غیبته که مگر خدا نفرموده غیبت نکنید؟ بله این غیبت واجب است. درست. امام مسلم میفرماید این غیبت میفرماید چی؟ و ان جرح الروات بما هو فيهم جائز بل واجب. درست. جرح روات یا ما بیایم راویان را مورد جرح و تعدیل قرار بدهیم این جایز است، دیگه نه جایزه بلکه واجب است. جناب دکتر وقت برنامه تمام شده، از اتاق فرمان اشاره میکنن که وقت تمام شده و بعد متاسفانه باید با بینندگان خداحافظی بکنیم. مطالب بسیار زیادی مونده بود، سوالای زیادی داشتیم، نرسیدیم که سوالا رو بپرسیم. پس مجبوریم اینا را به موکول کنیم به انشاءالله بخش بعدی انشاءالله مشکلی نیست. از حضور شما در برنامه تشکر میکنیم. الله متعال بهتون پاداش خیر بده و این برنامه سبب خیری بشه برای همه مسلمانان. اگر صحبتی دارین در خدمت شما هستیم. در پایان مگر این حدیث ابن سیرین را بگویم، میفرماید این علم دین است، فانظروا عمن تأخذون دینکم. یعنی علم حدیث و حدیث دین است، باید شما نگاه کنید که دینتان را از چه کسی میگیرید. این اولین جای محمد ابن سیرین که یکی از کبار تابعین است، در اینجا همه مسلمانان را، همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، شما را به الله متعال می سپاریم و از همه شما خواست داریم که برای ما دعای خیر بکنید و برای تمام مسلمانان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.